قبل اومدن به استانبول نصب این 4 تا اپلیکیشن ضروریه. اپ شماره 1 موویت بهترین اپلیکیشن برای حمل و نقل داخل استانبول. این اپلیکیشن مسیر مترو، متروبوس، اتوبوس، تراموا و کشتی رو بهت با زمان دقیق حرکت و مبدا و مقصد حرکت نشون میده تا بتونی بهترین تصمیم رو بگیری. میرسیم به اپ شماره 2 career.net. اگه دنبال کار هستی داخل این اپلیکیشن میتونی بر اساس حقوق، بر اساس شهری که داخلش زندگی میکنی و بر اساس تخصص یه گزینه عالی رو انتخاب کنی و براش درخواست بدی. اگه مثل من خسته یا حوصله نداری بری سوپرمارکت، گتیر میتونه کمکت کنه. از مواد غذایی و نوشیدنی گرفته تا مواد ضروری برای زندگی داخل این اپلیکیشن وجود داره و خیلی راحت میتونی سفارش بدی و در خونه تحویل بگیری. و در آخر صاحبیندن، یه اپلیکیشن فوق العاده برای پیدا کردن خونه تو استانبول. با این اپلیکیشن خیلی راحت میتونی هزاران آگهی خرید و یا کرایه خونه رو ببینی، قیمتاشون با هم دیگه مقایسه کنی و یه انتخاب خوب داشته باشی. این پست رو سیو کن، هر موقع اومدی استانبول ازش استفاده کن.